بیشورا. درم من باید باز کنم نه؟ احمق بیارزه. باعث زحمتتون شدم. من بازار پیاده میشم، یکم کار دارم. اختیار دارین خانم دکتر. چه زحمتی. خدا میدونه شما از کجا اومدین ما رو درمان کنین دیگه. از استانبول میام. تازه 2 روزه اومدم. خوش اومدین. صفا آوردین. راستی یه چیزی، من دنبال خونم در حال حاضر تو هتلم، اما اگه جای مناسبی پیدا کنم ساکن بشم خیلی خوب میشه. کدوم هتل؟ اون هتل بزرگه توی راه بیمارستان. شما اونجا راحت نیستین. الان به بچه ها میگم یه جا براتون جور کنن. الو رستم، ببین خیلی زود یه جای مناسب واسه خانم دکتر که راحت باشه پیدا کن. زود باش. عکساشم برام بفرست. زود باش. بود عزیزم، منتظرم. خب من همینجا پیاده میشم. خوبه. ممنونم بابت همه چیز. خدا نگهدار. کی فکرشو میکرد خلیل از خودش باشه این عروسی سر بگیره؟ ای روزگاره. الو، چیه از اول صبح هی تون 2 تون زنگ میزنی؟ مغزمو خوردی. عصبانی نشو خلیل جون. خب دلم تنگ شده. نگرانتم. دیشب نیومدی، زنگم نزدی. نگران چی شدی؟ مثل تازه عروسا واسه من ناز نکن، کاروبار دارم. عمر، خدا رو شکر سلامتی. ممنونم طاهر، خدا رو شکر رفت شد. بیا بشین. حتما خبردار شدی که فردا شب عروسیه. آها، آره میدونم. از امارت زنگ زدن. خب نمیخوای حرفی بزنی؟ نمیپرسی تو که انقدر داد و هوار میکردی چی شد حالا یه دفعه گردن کج کردی و راضی شدی؟ نمیپرسم. عمر، من به تو چی گفتم؟ گفتم فقط خدا میدونه که چی میشه، مگه نه؟ راست میگفتی طاهر، کاملا راست میگفتی. آدم هیچ وقت نباید از خودش و عشقش مطمئن باشه. لیلامون لیلایی که من فکر میکردم نبود. اگه اینطوریه الانم مطمئن نباش. نه طاهر، اینجوری هم نیست. دیگه اون لیلایی که من میشناختم نبود. دیگه خودت باقیشو بخون. فقط بی خودی رفتم استانبول، دست خالی برگشتم. دست خالی برگشتی اما قلبت خالی نیست عمر. ببین، به وصال نرسیدن یه چیزه، دست برداشتن یه چیز دیگه. اومدم و گفتم من اینجوری بودم، من اونطوری بودم. چی عوض میشه طاهر؟ اون که باید فراموش کنه کرده و بی خیال من شده.
منم که به همه گفتم عروسی میکنم. فردا مراسمه. الکی فقط داریم حرف میزنیم. شده دیگه. عمر، قلب دچار دام عشق میشه، نفس طالب وصال میشه. تو اول تصمیم بگیر میخوای به حرف قلبت گوش کنی یا نفست. اون موقع میفهمی عاشقی یا نه. خدا نگهدارت باشه. خسته نباشین. ممنون خواهر، خوش اومدی. خیلی ممنون. دنبال یه کادو واسه عروسی دوستم هستم. یه چیز سنتی میخواستم. البته بفرمایین داخل، اونجا رو ببینی. باشه، ممنونم. بابات بشنوه سکته میکنه. نمیذارم به این راحتی خوردم کنن مامان. قریشا رو میکشم طرف خودم ایشالله. محمود، تو که بازم سرفه میکنی؟ سرما خوردم. تو چطوری دخترم؟ خوبم مثل همیشه بابا. تو چطوری؟ چی میتونه بگه؟ محمود، این عروسی سر گرفت والا. عمر داره با دجله پهلوانی عروسی میکنه. فردا شبم عروسی دارن. تو هم اینجا بگیر بخواب. اونا با پهلوانی ها دوست شدن، این وسط ما دشمن شد. اونا دجله و فیدان و زیلان رو راحت نمیذارن. خدایی نکرده اگه بیرونش کنن ما باید چی کار کنیم؟ چرا نگو مامان. مگه میتونن به این راحتی منو بیرون کنن؟ توبه. تو چی کار کردی؟ واسه نجات جون شوهر قریشا تو این زندون پوسیدی. حالا چی شد؟ ببین اونا آشتی کردن، حالا ما موندیم این وسط. خسته شدم. اینقدر تو این 20 سال این حرفا رو زدم به خدا مردم. نباید به کامل شلیک میکردی، نباید. به خانم آقا خبر میدم، مراقب دخترم باش. حرف اون برش داره، نمیذاره. برش داره؟ اگه داشت با من اون کارا رو نمیکرد. از خونش بیرونم نمیکرد، اونم چند بار. خسته نباشین. عصبانی نشو امیرعلی، به خدا تعریف میکنم چی شد. بیناز، هر چی میخوای بگی زودتر بگو، وگرنه کاری باهات میکنم که خودت نفهمی. برای چی به من تهمت زدی؟ آخه دجله گفت. چی؟ این بد نیست. دیگه چی داریم؟ دجله، این خوبه دیگه. باید اونی باشه که از همه خوشگل تره. تو برو اونور، خودم میبینم. باشه. دجله گفت تو خودتو اون شکلی کن بیا امارت. چی کار کنم؟ تهدیدم کرد، منم گوش کردم. همه چیز اون درست کرد.
فقط به خاطر اینکه از دست تو خلاص بشه با عمر عروسی کنه. از دوتامون سوء استفاده کرد. الکی خودکشی کرد. هم تو رو ساکت کرد، هم تونست عمر رو راضی کنه. به مراد دلش هم رسید. فردا شب مراسم دارن، عروسی میکنن. من دارم دیوونه میشم. دارم قاطی میکنم بی‌ناز. من به خاطر اون داشتم قاتل میشدم. چی؟ قاتل میشدی؟ مگه تو بهش شلیک کردی؟ چرت و پرت نگو بی‌ناز. همینطوری یه چیزی گفتم. ولش کن. ببین کی بهت گفتم بی‌ناز. به دجله نشون میدم بازی کردن با من یعنی چی. امین علی، تو رو خدا، مرگ من. نگی من آزادت کردم. به خدا دجله میکشدم. گناهشم گردن توه. باشه آبجی، تو نگران نباش. بیا دیگه مامان، لیفتش نده، اصلا حوصله ندارم. الان وقت ویترین نگاه کردنه. دختر مگه فکر میکنی من دوست دارم؟ حالا که عروسی سر گرفته ما هم باید بریم بالای مجلسشون بشینیم. باید بریم دیگه، سر و لباس بخریم و آرایش کنیم، به خودمون برسیم، بریم بالای مجلس بشینیم. هم فیدان هم بقیه اول کار ببینن که جای ما کجاست. اون وقت چطوری مامان؟ قریشا کی گفته مجبوره بیاد عروسی که من خبر ندارم؟ موش تو لونه نمیره، اون وقت تو میگی جارو ببنده به دمش؟ داره با فیدان فامیل میشه، حالا میخواد برای من قیافه بگیره؟ قریشا زن عاقلیه، واسه این که به فیدان قدرتشو نشون بده از من استفاده میکنه. حالا میبینی این همه زحمت کشیدیم، آخرش هم باید چشمون به دهن قریشا باشه، نه مادر؟ آی. مامان بسته دیگه، بریم، خسته شدم. فردام کلی درس دارم، باید درسامو بخونم. اگه یه وقت دیگه بود دنبال سوراخ موش میگشتی. دخترم عروسی داریم، داداشت فردا داماد میشه. 2 روز نمیری بعدن تلافی میکنی. این عروسی برای تو اون دجله است. درست صحبت کن، قرار زن داداشت بشه. جلوی پاتو نگاه کن. چیزه مامان؟ اونجا یه کفش فروشی هست، بریم کفشاشو ببینیم. تو هم حسابی قاطی کردی ها. کفش که خریدیم. بگیر دخترم. مامان جون، خونه پیدا کردم، خبرت میکنم. تا 1-2 روز دیگه پیدا میکنم. دیگه باید منتظر باشی که اسباب کشی کنی. باشه عزیزم، دارم میرم توی اتاقم. باشه، خدافظ. چیزه؟ عزیزم، شنیدم گفتین دنبال خونه ای. میخواستم بگم خونه بغلی ما خالیه، نزدیک اینجا هم از جای راحتیه. چه عالی. خونه رو چطوری میتونم ببینم؟ هر وقت بخواین خودم میبرمتون. عالی عزیزم، پس شماره‌تو بده بهم. فردا خبرت میکنم. خوش اومدی خان. متشکرم. خوش اومدی پسرم. خیلی ممنونم مادر. لباسامو عوض کنم میرم. حالا عوض میکنی؟ بیا مادر و پسر بشینیم حرف بزنیم. خیلی باهات حرف دارم. امینه، 2 تا قهوه بفرست بالا. همین الان خانم آقا.
این اتاق واسه جهنم بشه. بیا پسرم، بیا بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم. کاش پدرت همین روزا رو میدید تبعید پسرش تموم شد. برگشته پیش خانوادش که با آرامش در کنار هم زندگی کنن. من نمیتونم اینجا بمونم مادر من. این عروسی فقط واسه اینه که صلح بشه و خونریزی به پا نشه. پسرم، عروسی که کردی امروز بدی فردا برمیگردی. بچه دار که بشی مجبوری. لجبازی نکن. ببین فردا میان دستبوسی. انگشتر باباتو تو دستت میبینن. یه جشنم برات میگیریم. اینو ازم نخوا مادر، چون نمیتونم. اینو خودتم خوب میدونی. اینجا همش یادآور گذشته و بدبختی و دوریه برام مادر. فراموش کن پسرم، فراموش کن. گذشته ها گذشته. نمیتونم مادر. چطوری فراموش کنم؟ پسرم، خودتو اذیت نکن. ببین دیگه همه چی تموم شد. تو هم تمومش کن. عجله نکن پسرم. ببین خاک تو رو صدا کرده که اومدی. مادر پایینو کردی بازار شام. داداش پاشو بریم. باشه وایسا الان میام. عزیزم ببخشید تازه رسیدم. داری گریه میکنی؟ حالم خیلی بده سلی. هر روز به صورتم ماسک میزنم، اما وقتی میام تو اتاق و تنها میمونم دوباره همون سوالا و همون کابوسا. باورم نمیشه همچین بلایی سرم اومده. اینه یه کابوسه. ای خدا نمیدونم چی کار کنم. لیلا عصبانی نشیا. میخوای یه زنگ به عمر بزنی؟ همه چی رو ریختی تو خودت. شاید اون بهت زنگ زده پیدات نکرده. خونه رو که بلده سلی. میگش پیدا میکرد، الکی نمیخواد. منو تسلی بدی که پیدام نکرده. چه میدونم، میگم حداقل سرش داد میزنی راحت میشی. اینطوری داری داغون میشی دختر. صداشو بشنوم نمیتونم داد بزنم. انگار اگه از این در بیاد تو همه خشم و عصبانیتم تموم میشه. من خیلی احمقم. چرا اینطوری؟ Değmen benim gamlı yaslı gönlüme, değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım vah. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım vah. Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde, çok ağladım Mecnun gibi çöllerde.
Ferhat gibi şirin yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım vay. Ferhat gibi şirin yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım vay. ببین مال من که کاملا مشخصه، ولی تو از کی جدا شدی که اینطوری داری با سوز میخونی؟ نه بابا داداش، سوز خود ترانه است. یعنی میگه که اصلا کار دل نیست؟ نه داداش. مادر به تو گفت با زیلان عروسی کن، تو هم عروسی کردی، هیچ اعتراضی هم نکردی. الان خوشبختی؟ اگه میپرسی مشکلی داری یا نه، ندارم، ولی مسئله تو فرق میکنه. من عاشق نبودم، واسم سخت نبود. ببینم تو عاشق نشدی؟ نه داداش. پس ما خانوادگی تو عشق و عاشقی ناموفقی برادر منم که یه بار عاشق شدم، اونم اینجوری عذاب در اومد. بی خیال داداش، این کارا مال آدمای عاقل نیست. بذار ناموفق باشی. حال روز تو ببین، نمیشدی که بهتر بود. نه اصلا پشیمون نیستم. یعنی نمیگی کاش عاشق نبودم؟ نمیگم، چون حتی هنوزم عاشقم. با خشم و جدایی تموم نمیشه ودیر. نه میتونی فراموش کنی، نه از قلبت بندازیش بیرون. داداش ببخشید، ولی دختره با یکی دیگه رفته. هر چقدرم که از تو دور شده باشه، بازم از قلبت بیرون نمیره. تو هنوز نرفتی روستا دختر؟ اگه مامانم بفهمه بیچاره میشیم. دیوونه شدی؟ اون دیگه مشکل خودته. چی شده؟ سریع رو تخت پاشو. من خیلی چیزا میدونم دجله، خیلی. اگه عاقلی منو کنارت نگه دار، نه روبروت. ببین منو بی‌ناز، تو داری با اون 2000 عقلت منو تهدید میکنی؟ آره؟ چی میدونی؟ میخوای بگی دجله با امین علی دوست بوده؟ میگم داره کارشو میندازه گردن من. کی حرف تو رو باور میکنه احمق؟ این قدم منو دست کم نگیر دجله. من شاگرد خودتم، همه چی هم از خودت یاد گرفتم. تو هیچی از من یاد نگرفتی بی‌ناز، وگرنه اینجوری با دست خودتو تو دردسر نمینداختی. ای بابا دجله، چقدر به خودت مطمئنی؟
اگه الان برم بگم عمر و امینعلی بهش شلیک کرده، تو که فردا به جای لباس عروس کفن میپوشی. والا اینا رو از کجا در آوردی ها؟ اگه واسه کسی اینا رو تعریف کنی زبونتو میبرم. گیریم که از خودم در آوردم. همه کاری ازم بر میاد. آره میاد. تو فکر میکنی عمر میره امینعلی رو بیاره ازش بپرسه تو منو زدی؟ ها؟ امینعلی عمر رو ببینه قاطی نمیکنه، نمیگه دجله مال منه؟ یادته که اومده بود جلوی در که چه جوری حقش رو بگیره؟ گوش کن ببین چی میگم. خیلی خوب قبوله. پیش خودم نگهت میدارم. اما اگه دهنتو باز کنی تو هم با من اون کفنو میپوشی، فهمیدی؟ باشه دجله، خاک بر سر من که نه جز تو کسی رو دیدم نه دل بستم. لعنت به من. وایسا میبینی امینعلی کیه دجله؟ بهت نشون میدم بازی کردن با من یعنی چی. داداش ارزش نره، دستتو به خون آلوده نکن. یه کاری میکنم کل ماردین از اون عروسی حرف بزنم، کل ماردین درباره انتقام امینعلی حرف بزنم. صدام کرده بودین استاد، تو اورژانس مریض داشتم، ببخشید. آره بیا بشین، میخوایم یه چند کلمه با هم حرف بزنیم. یه خبر بد برات دارم. چی شده استاد؟ از مدیریت استان زنگ زدن. فردا افتتاحیه یه خونه بهداشت تو روستای اطراف که توسط یه خانواده خیر ساخته شدن. اما تا دکترشون بیاد چند ماهی طول میکشه. برای همین باید تا اون موقع یکی از دکترای ما بره اونجا. و چون تو از همه تازه تری تو باید بری. قانونشه. امیدوارم مشکلی نباشه. نه استاد، دکتر همه جا دکتر و مریضم همه جا مریض. مشکلی نیست، با کمال میل میرم. لیلا، وقتی جوانای ایدالگرایی مثل تو رو میبینم خیلی خوشحال میشم. واقعا متشکرم. من متشکرم استاد. داداش قدیر به خواسته مامان با زیلان عروسی کرد. حالا تو هم چون اون میخواد داری با دجله عروسی میکنی. من عروسی نمیکنم. از الان گفته باشم. تو برای اینکه به این چیزا فکر کنی هنوز خیلی بچه‌ای. دبیرستانت که تموم شد تازه اون وقت باید بری دانشگاه. مادر اگه اجازه بدی میخوام برم تا بازار رو برگردم. دخترم دیروز گفتم هر چی میخوای بیا بریم بخر. گفتی میخوام برم پیش بابام. اون وقت حالا با این وضعیت؟ مادر جون دیر نمی کنم. برم آرایشگاه موامو درست کنم، خوشگل کنم بیام. باشه؟ خیلی خوب. برگشتنی به مامانم هم سر میزنم. خب باشه دیر نکنی ها. امینه اینا میخوان برن، آماده باشن. زیلان ها، به مادرت بگو اونم بیاد عروسی. حالا حرف در میارن که با هم قهرن. زنده باشی مادر. به مادرت در مورد من چی گفتی؟ یه چیزی گفتم دیگه. به تو چه؟ بگو بدونم. گفتم بیناز خیلی مریضه، بیچاره داره میمیره. گفتم بذار پیش خودم یواش یواش جون بده. دختره بدبخت تنها نمیره.
خیلی ممنون خاله فیدان. بفرمایید. دخترا خیلی خوش اومدین. خدا رحم کرده دختر. چرا گول شیطونو خوردی؟ گناهی بالاتر از خودکشی هست؟ وا مردم چقدر حرف در میارن. پام لیز خورد از پله ها افتادم. چه حرفایی که در نیاوردن. خودکشی چیه؟ دیوونم قبل عروسی؟ عمر جونم خیلی ناراحت شد. پاشد اومد بیمارستان. خدا رو شکر جاییم نشکسته. خدا رو شکر. کاظم بفرما خانم. ببین منو، به اون قریشا بگو که نمیخوام زیلانو اون ننشو توی عروسی دخترم ببینم. وای مامان، به خدا تو خیلی حالیت میشه. قریشا گفت بگو مجبورم بیاد، فکر نکنن با هم دیگه قهریم. دختر من باید خانم آقا می شدم. قسمت تو شد. عیب نداره، همینشم خدا رو شکر. بودو دیگه مامان، وقت تلف نکن، زودتر بریم آرایشگاه. قریشا گفت زود برگردیم. حالا که مهربون شده به عصبانیش نکنیم. باشه، منم الان لباس میخوام آخه. باشه یه کاریش میکنیم، بریم. خیلی خوب، الان میام. زود باشی ها. هنوز خیلی مونده. نه همینجاست، این ور. کوچه ها خیلی خوشگله. تو هم اهل اینجایی؟ نه اما خیلی وقت اینجاییم. من و مامانم از آدانا اومدیم. خیلی کس و کار نداریم. پس بگو شما هم مثل مایی، یه مادر و یه دختر. منم تو بچگی پدرم از دست دادم. بابام زنده است، خیرش به ما نمیرسه. خیلی وقت پیش ولمون کرد. متاسفم. تو خرج مادرتو میدی؟ نه، مامانم حتی نمیخواست کار کنم، اما حوصلم سر میره. دوستیم که ندارم. گفتم بهتره برم سر کار. آره خیلی خوبه. مامانت هم کار میکنه؟ آره اونم کار میکنه، اما بچه‌های هتل نمیدونن. فقط به شما میگم. باشه. مامانم خواننده است. یه جایی هست که شبا میره اونجا میخونه. نگران نباش، نمیگم. حالا بریم یه چیز درست و حسابی واسط بگیریم. هرچی طلا ملو هم داری بنداز، مردم ببینن بگن خانم آقا رو ببین. خیلی ممنونم. نمیدونین من از چه عذابی راحت کردیم. مبارک باشه خانم دکتر. من به کت خدا خبر میدم، اونم به صابخونه میگه، اما خودت باید بری روستا، اونا پیرن نمیتونن بیان. باشه حتما. من میرم پیش جیلان جون، خبرم میکنی دیگه همسایه شدیم، زود همون میبینیم. خیلی خوشبختم. همینطور. میبینمت. خوش خداحافظ. بالاخره یه نفر پیدا شد باش 2 کلمه حرف بزنیم. الو لیلا خانم، روز بخیر. خلیل پهلوانی. آها آقا خلیل، حالتون چطوره؟ صداتون رو شنیدیم بهترم شدیم خانم دکتر. بچهای ما حسابی تلاششون رو کردن. این اطراف هم خونه‌های خوشگلی پیدا کردن. فقط کافیه شما بیاین ببینین، باقیش با ما. ای وای، به شما هم زحمت دادم، اما من الان یه خونه دیدم، میخوام اونجا رو اجاره کنم. آها گرفتین شما؟ اشکال نداره، مبارکه. تعمیراتی چیزی داشتین اونا رو به ما بگین. خیلی ممنونم. ببخشید که به زحمت افتادین. یکی از دوستام گفتش که خونه بغلیمون خالیه. خوشگل بود، منم گرفتمش. انشالله. به سلامتی، مبارک باشه. شب منتظرتونیم. حتما میفرستم دنبالتون. نه خودم میام، متشکرم. به امید دیدار. به امید دیدار. آخه چه دوستی؟ این که تازه دیروز اومده.
از امارت پهلوانی اومدن خانم آقا، جهیزی آوردن. خیلی خوب. بعداً حرف میزنیم. خداحافظ. خیلی خوشگل شدی دجله جونم. ایشالا عمر بپسنده. خوشش میاد. بیا بشین موهاتو درست کنم. مامان چطوره؟ دخترا بریم بیرون ببینم. دجلم دختر، من بدون تو چی کار کنم ها؟ حالا دیگه فیدان حسابی تک و تنها میشه. مامان اینطوری نگو، ناراحت میشم. قول میدم همش بیام دیدنت. مگه تو نمیخوای بیای دیدن من؟ تو میای دیگه، بعضی وقتا هم میمونی اینجا. من که کاری از دستم بر نمیاد. محکم باشه دختر قشنگم، جلوی کسی گردن خم نکن، فهمیدی؟ چشم مادر، نگران نباش. هر کی به خود اذیتت کنه، چه زیلان چه قریشاه، یادت باشه دخترم، مادرت پشتته. اینو فراموش نکن دختر قشنگم. فعلا ببرین تو سالن بالا. خانم آقا، فیدان خبر فرستاده. چه خبری؟ زیلان و مادرش نیان عروسی. پناه بر خدا. وای دیر کردیم. خداحافظ مامان. زیلان من بیام دختر دل این قریشا رو به دست بیارم. باشه بیا بریم. بعد کینه از کینه شطوری داره. ما هر کاری میکنیم صلح بشه، اون بازم دنبال انتقامه. مادر جان ایشالله که دیر نکردم. مامانم هم گفت بیام تبریک بگم. خوش اومدی مجبوره. چطوری؟ خوبم خانم آقا، سلامت باشی. شما چطوری؟ خوبی ایشالله؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر. مامان یه لباس خوشگل خریدیم. زیلان بهتره که شما نیاین عروسی عزیزم. آخه چرا؟ فیدان خبر فرستاده نیاین. فوری قاطی نکن، تو عروس بزرگ منی، نور چشممی. باید کاری کنی که در شأنت باشه، پس حرفی نزن. من گفتم اینا منو راحت نمیذارن، میدونستم. من اجازه نمیدم، خودم میدونم چی کار کنم. باشه مادر، حساب کار دستم اومد. باشه زیلان صبر کن ببینمت. مبادا بری پرش کنی مجبوره، وگرنه دیگه نمیذارم پا بذاری اینجا. بی آبرویات هنوز جلوی چشممه. به خاطر دخترت میذارم بیای این دورو برا. الانم برو، ما که رفتیم میای پیش دخترت دلداری. چشم خانم آقا، نگران نباشین. آخه
خیلی ذوق کرده بود. الان قصه میخوره، میدونی که